جنگ شدید نیروهای امنیتی به رهبری محمد یاسین زیا والی تخار در ولسوالی خواجه بهاءالدین. این نیروها تلاش می‌کنند تا منطقه القناق را که 2 روز پیش به دست طالبان سقوط کرد دوباره تصرف کنند. طالبان با به دست گرفتن این منطقه راه میان ولسوالی درقد و خواجه بهاءالدین را مسدود کردند. هماهنگی قطعات شما عملا مشاهده میکنیم که اینجا اداره قطعاتی که در شامل وظیفه است همگی سرپرستی جناب شخص والی صاحب اداره میشه و در 2 روز عملیات دشمن تلفات سختی را متقبل شدند. 11 نفرش کشته شده، 21 نفر زخمی داره و حوصله مقاومت هم بر از اینا اصلا نمانده، در بین خود اختلافات پیدا کرده. عنقریب خدا خواسته باشه ما شاید یک دستاورد بسیار کلان میشیم. این عملیات که از زمین و هوا بالای طالبان از روز گذشته به این سو ادامه دارد، دفتر مطبوعاتی ولی تخار میگوید در آن تا حال 11 مخالف مسلح دولت کشته شده و 21 تن این گروه زخم برداشتند. دشمنای صلح و ثبات و سیادل از سرزمین ما بالای یکی از پست‌های امنیتی که رای ولسوالی را به هم وصل میکرد در ماورای کوکچه و حمله‌آور شدند و 7 تن از سربازای ما را مظلومانه به شهادت رساندند و یک تعداد ساحات به دست گرفتند. الحمدلله نیروهای شجاع امنیتی ما دوباره عملیات بازپسگیری شروع کردند. خواجه بهاءالدین از ولسوالی‌هایی است که ماه گذشته طالبان برای چندین ساعت ساختمان آن را تصرف کردند. والی تخار که با محافظانش همراه با نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسلح دولت می‌جنگند، گفته است که طالبان به زودی از این بخش‌ها شکست خواهد خورد.